سلام بچه ها، من اومدم با یه قسمت دیگه. خب بچه ها، داخل این قسمت قراره در مورد آپدیت جدید صحبت کنیم. احتمالاً خیلی هاتون این آپدیت رو انجام داده باشید و تا حدودی با بازی آشنا باشید. من یه توضیح کوچیک میدم، خیلی کوچیک. گزینه اول اینه که دیگه تاجری که باش میدونستیم طلا مبادله بکنیم، میتونیم با اجناس مختلف و بیشتری باش طلا مبادله کنیم و بستگی به سطحمون اون چیزا تغییر میکنن. اولی. دومی، قراره که بچه داخل جاهای مختلف رد 1 و رد 2 مثل جنگل کاج، جنگل بلوط و یه چند تا جاهای دیگه که رد 1 و 2 هن، مثل معدن مس و معدن قلع، اگه درست گفته باشم. یه چند تا تغییرات گرافیکی و خوشگلی، خیلی من خودم ویدیو رو نگاه کردم، خیلی خوشگلن. خب این از دومی. و سومی بچه، از این بعد دیگه میتونیم تو میز کار تجزیه ماژول قرار بدیم، مثل میز کار تعمیر. خب میریم بعدی و الان یه سر باید به همه‌شون بزنیم. فعلا بچه‌ها چند تا کار من قبل از این که اینو انجام بدم، بچه‌ها به رویسانی انجام بدم، بهم اجازه نمیداد که ببینم. حالا اینو به کنار. خب اینجا نگاه کنید. حالا همونا زیاد به نظرم فرق نکردن از این نظر. خب این گزینه رو بی خیال میشیم، میایم سراغ این گزینه تجزیه. اینجا ماژول. از این به بعد میتونیم اینجا ماژول بذاریم. این از این. خب من لباسا و وسایل رو در بیارم، فقط یکم اینا رو میپوشم بچه ها، اینا رو هم میذارم اینجا. خب این از این. یه سلاح کوچیکم بر میدارم، خیلی کوچیک، همین خوبه به نظرم. این از این. حالا حرکت میکنیم. بذار من یه غذا هم بخورم بچه ها، چون که اگه غذا و آب نخوریم هم دمیجمون پایین تر میاد و بدون به غیر از اونم جونمون که از این اکسیر معجون ها به دست میاد نصف میشه. اول میریم به جنگل کاج، نزدیک ترین جا. میخوام هر 3 مورد رو بگردم. فقط میگردم، مثلا چیزی بر نمیدارم دیگه. به برگشت نکن بچه، از همین لحظه ورود گرافیک ریخته کلن. نکن مثلا اینجا اصلا گرافیک قبلا اینجوری نبود واقعا، یا به نظر من خیلی بهتر شده. این از این. اینجا دیگه چیزی نیست. خب باید بگردیم. این چی میگه؟ اینم به در بخور نیست، ولش میکنیم. خونه ها که تغییر نکرده بچه ها واقعا. این آپدیت چی میگه؟ اینو بی خیالش ولش کنیم. در مورد آپدیت این بذار بچه من اینا رو بردارم، حداقل اینا رو برداریم، گیاه درمانی رو بردارم. خب این از این بچه. چند تا تغییرات ریز که میذارم خیلی خوشگلن، مثل این به بازی به جاهای رد 1 و رد 2 اضافه شدن. اجازه نمیده حرکت بکنم اصلا که بچه. این کار خیلی خوشگله. مثلا همین سنگ کوچیکی که اینجاست خیلی باحاله که اینکه سنگای کوچیک باشن. قبلا همچین چیزایی نبود واقعا. اگه بتونن تو ردهای بالاتر این کار انجام بدن خیلی خوشگل میشه واقعا. بازی تو یه لول دیگه برگزار میشه که این کار رو خیلی هم برای بیننده و هم برای خود بازیکن عالی انجام بده. مثلا خود من اگه این ویدیو رو برای شما بگیرم که الان دارم میگیرم،
شما لذت بیشتری از این ویدیو به دست میارید و ترغیب میشید که این بازی رو انجام بدید. خب اینجا رو گشتیم، حالا از اینجا میریم به یه جای دیگه. 3 جا هست که داخل این قسمت قراره به اونجا بریم. یکی دریاچه میالو، ببخشید دریاچه جنگل کاج و فولاد سنگی. الان میریم سراغ فولاد سنگی. خب اینم میزنیم. تا الان که به نظر چیزی نمیاد. خب من اینو برمیدارم، از این ور که هیچ چیزی نیست نمیبر. مکس با وفا. بذار ببینم. به نظر من اینجا زیاد چیزی تغییر نکرده. نه اینجا نکنید، همینجا قبلا نبود. چیز خاصی نیست بچه مثلا به اون صورت، ولی به نظر خودم خیلی خوشگل شده. اینو با اینو میگردم بچه، این همیشه حقش همونجا بمونه. اوه چیزای خوبی هم داد، دستش درد نکنه. او بچه ها، پابلوی بیچاره، شیر کوی. بابا این فوقش باشه گربه کوی، شیر کوی کجا بود؟ خب اینجا از این گیاه هم هست، خیلی خوبه بچه. اینجا اینجا میخوام بگم بچه، اینجا با روحا میجنگن. اینجا میخوام بجنگم. این حیوان هم میگیرم. تموم شدن؟ خب خوب این تموم شد. اینو هم برداریم. این دفعه چی داره؟ اینو بردارم بچه، اینو بردارم، به دردم میخوره. خب این سمتم بگردیم و کارو تموم کنیم و بریم سراغ دریاچه جنگل. چی شد؟ اوه فرار کن اینجا بوم میپوچ. خب داخل فولاد سنگی بچه تغییرات خیلی کوچیک بودن، اونقدر به چشم نمیومدن، ولی داخل جنگل کاج به نظرم خیلی بهتر و خوشگلتر بودن. خب دریاچه جنگل هم میگردیم. اینجا هم بهتر این نگاهی بندازیم. یه چند تا تغییرات ریز کوچیک مثل همین گلا که اینجا هم تغییرات ریز کوچیکن. اینو برمیدارم. خوبه بدی نیست. اینم بده من. مثلا این سنگ بچه، این دیگه مطمئنم جدیده، این نبود قبلا. خب ولی این قبلا هم بودن، اینا زیاد مسئله نیست. خب چرا من هر جا میگردم هی یه نفر هست که من اذیت بکنه؟ حالا که اینا رو پوشتم بذار چستم بردارم. خب این زیاد خوب نبود واقعا. بچه چرا کوچولوه؟ بچه الان داره تو بازی بارون میباره و تو واقعیت هم داره بارون میباره. واقعا عجیبه، دنیای عجیبیه. تو که همزمان داره 2 جای مختلف بارون میباره، اونم در یک قاب. اوه این بچه این سنگم جدیده، این سنگم دقت نکردم جدیده. خب بچه ها به نظر من دیگه همینان واقعا چیز دیگه ای
به نظر نمیاد اضافه شده باشه. بچه میخوام یه چیز امتحان کنم. بذار اینو بردارم، اینم بده، اینم همینطور، تو هم بیا. میخوام یه چیز باحال رو امتحان کنم ببینم میشی یا نه. هنوز روحیه داریم. بذاریم بچه ها. نه این بر ندار، اینو بردار. بچه میخوام هرچی حیوان میتونم جمع بکنم و به اون گاومیش حمله بکنم، ببینم میتونیم بکشیمش یا نه. بیشترم میتونیم بردارم. اینو بگیر، اینم بگیر. دیگه نمیتونی بچه. خب کافی هم این قدم. فکر کنم دیگه کافی باشه واقعا. دیگه اگه نتونیم بکشیمش از رو بدشانسی مونه. خب حمله گروهی به گاومیش. صدا چقدر بلنده. اصلا این حمله نمیکنه که. ما مرز قدرتیم بچه. یاد ترسید اصلا حمله نمیکنه. قدرت رو نگاه کن تا کجا رسیده. وای 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 برقصم من. نگاه کنین حالش رو بچه. یعنی اگه من قبلا همچین گروهی داشتم راحت میتونستم یه بوفالو بکشم، اونم تو رده 1. قدرت نگاه میکنید بچه ها. اینو بردار. بذار اینم بکشیم. اونه که ما این تا که اینجا اومدیم بکشیدش. اوه چقدر جون ازشون کم شد. بدی نبود. خب الان میریم خونه و قراره مثل همیشه آخر ویدیو یه لوله باز کنیم. این چیه؟ اوه لعنت برت باد بابا. این کجاست؟ کجا گذاشتی اینو؟ نمیدونم خوشحال بشم ناراحت بشم چی کار کنم من آخر. خب اشکالی نداره بچه، من کاری ندارم با این. بیایی بر. خب یه لوله بر میداریم. این از لوله‌مون. اینو میذاریم، اینم میذاریم. خب بچه لوله رو باز میکنیم و افتضاح. یه شانسمون یه بار دیگه امتحان میکنیم. امیدوارم کمیاب بده. بعدی نه به نظر من خوبه، چون که واقعا به یه همچین چیزی نیاز داشته بچه. من ست تفنگ داره، من شلوارش رده 1، مثلا این 4، این 2، این 5، ولی اون شلوار رده 1 و خیلی کار بد میکرد. سریع جونش تموم میشه. خب ولی امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. تا یه قسمت دیگه و یه دیدار دیگه. خدا حافظ.